الو. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشتیم مرحبا. درباره همین تازگی همین تازه نگه داشتن خانه و کوچه ثواب داره؟ ثواب دارد؟ بله. سلام باشید. تازه نگه داشتن خانه، آزاد نگه داشتن کوچه، حتی محله، آبادکاری، درخت چیناندن، این همه اجر و پاداش و ثواب زیادی دارد. پروردگار میگه در استعیذ بالله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ذره چی رو میگیم؟ ذره چیزی رو میگیم به چشم دیده نمیشود. اگر به چشم یعنی نیکی رو میکنید که به چشم دیده نمیشود، یعنی اون نیتی نیکی در قلبتون هست. پروردگار برای همون نیتی نیکتون برایتون اجر و پاداش میدهد. حالا خانه رو تازه کنید، بروبید، آب بزنید حولی و در و کوچه و دیگر یعنی هر جایی که تازه و آزاده و پاکیزه و خوشبو باشد ملائکه رحمت اونجا می باشند. هر جایی که بدبو و افلاس و پلید باشد ملائکه نفرت دارند، ملائکه رحمت از اونجا می گریزند. برای چی میگن در جای بدبو نماز نگذار که نمازت قبول نمیشود؟ چرا میگن لباس بدنت اگر به نماز باشد نمازت قبول نمیشود؟ چرا میگن که لباست به نماز باشد نمازت قبول نمیشود؟ چرا میگن جای مکانی که نماز میگذاری جای نمازت اگر به نماز باشد نمازت قبول نمیشود؟ همه این معنای پاکی و پاکیزگی و طاهری و پاکی رو دارد که این اجر دارد، این ثواب دارد، این پاداش دارد، پاداشی به اندازه دارد. ولی ذره چه اجر دارد این اجر ندارد.